تو گایز بچه ها چطورید؟ من الونم و خیلی خوش اومدید به این ویدیو. آقا شاید بعضی منو بشناسین، بعضی ها نشناسین. اونایی که میشناسین که میدونین آقا این چنل دوم منه و این چنل نسبت به چنل اول ما خیلی فرق داره. و اونایی هم که حاجی منو نمیشناسین، من الونم، یه چنل دارم که بوده 4.5K سابسکرایب براره، لینکش توی دیسکریپشن کامنت برات میذارم. اون چنل ما چیت داریم، پنل داریم، نمیدونم کاستوم داریم، اینا رو داریم. ولی این چنل قراره براتون هر روز، حالا هر یه روز در میون، کلا داستان چنل چیه براتون بچه؟ سنس، نمیدونم بهترین تنظیمات هدشات مخصوص گوشیتون، مخصوص هر گوشی میخوام بذارم. یعنی مثلا پوکو سری A24 همینجور دونه مخصوص همه میخوام بذارم. یعنی فقط کافیه همین الان اسم گوشی رو برای من داخل کامنت ها بنویسی که من دونه دونه میخوام تمام گوشی ها رو ویدیوشو براتون بذارم، بزنید عشق کنید. خب اسم گوشی رو همین الان برای من بنویس. و به غیر از این یه چالش میریم، کاستوم میریم و من ویدیوهاشو براتون میذارم. با چنل اول خیلی فرق میکنه دیگه. پنل و نمیدونم اون داستانا رو اصلا نداریم و کلا موضوع این چنل و اون چنل فرق میکنه. اون چنل واجی قاطی کردم. اون چنل بچه‌ها هست رواله، براتون ویدیوهاشو میذارم، ولی اون چنل موضوع فرق میکنه و چی تو این پنل و ایناست. ولی این چنل آموزش هدشات و نمیدونم بهترین روش هدشات که حاجی کلین پلی بدید، رجدیت هم حالا براتون اینور باز میذارم و این داستانش آقا. و جهت دانلود اینا باید بوسید تلگرام من که لینکش تو دیسکریپشن کامنت. یعنی ما تنها راه ارتباطی اون با شما کجا؟ تلگراممونه. تلگرام لینکش کجا؟ تو دیسکریپشن و کامنت همه ویدیوها هستش. پس عضو باشید داخل چنل تلگرام ما که ما همه کارا رو با هم کجا داریم؟ اونجا داریم. و ممنون میشم این اولین ویدیو این چنل 1 ثانیه لایکشو بکوبید و سابسکرایب کنید این چنل رو دیگه داشته باشمتون. قلب داداش الونید و اسم گوشیتون، هر چیزی که میخواید به غیر از پنل و اینا رو داخل کامنت ها بهم بگید. پنل اینا اون چنل رو تو کامنت بنویسید، بهم بگید که من بذارم براتون. حتما اسم گوشیتو برام بنویس، بگو اندروید چندی که من روال کنم کاراتو. و داخل این ویدیو امروزم یه دونه ستینگ و سنس کلی داریم، بیشترم برای شیائومی خوبه، سامسونگ هم جوابه. و همین دیگه، لایک و سابو بکوبید همین الان. قلب داداشید، نه کات میکنم نه هیچ. مستقیم بریم سراغ توضیحات. ببینید بچه ها، شما الان اگه مثلا پنل و اینا نزنید باید چیکار کنید؟ باید سنس و اینا رو بشینید. خب حالا من چیکار میخوام کنم؟ بهترین سنس برای هر گوشی میخوام بیارم، بهترین تنظیمات رو بیارم که شما دیگه نرید دنبال نمیدونم ببینید چه سنسی خوبه، چی خوب نیست بگردید. خب الان با هم یه ترینینگ استارت میکنیم. خب بذارید من کاریترام روال میخوام بهتون سنس خودمو بگم، کاستوم خودمو بگم و بعدش هم بریم سراغ ستینگ گوشی خودم. گوشی من پوکو سری پرو عشقا و در کلین ترین حالت هم بچه اینجوری هد میخوره. خلاصه یعنی در کلین ترین حالت اینجوری هد میخوره که من بیان داده تشبیه پلی بدیم عشقم. ویدیو هم اگه این ویدیو رو میبینی دارم ویدیو میگیرم انشالله بعدش من پلی میبینی با اکانت اصلی من بگداجی. این اکانت برای ویدیو فقط، این پلی نمیدم مثلا. و خب بچه ها بدید من وودو دیزرد اینا هم بگیرم و بعد بریم سراغ سنس اصلی خودم، یعنی داشلانگالش. خب بچه ها نگاه کنید، سنس خود من یه جورای شبیه این باشه. چقدر طول کشید من این سنس و تنظیمات رو بهش برسم؟ حدود 2 سال طول کشید من اینو بشینم و بتونم مثلا کلین اینجوری هد بزنم. نمیگم آجی خیلی خوبه چون اصلا موبایل پلیر نیستم، من پی سی پلیرم. خب ولی چون شما اکثرا موبایلید، من میام رو موبایل فقط ویدیو براتون میرم. ولی قبلش خب 2-3 سال موبایل پلیر بودم میدونید. و با اینکه موبایل پلیر نیستم دارم اینجوری میذارم. یکی موبایل پلیر باشه، این تنظیمات، این سنسور بچینه، یکم تنگش بزنه، عشق میکنه، حال میکنه. و الان میریم سراغ سنس اول. بچا سنس من اینجا دیگه. بچا سنس من از اولین مثلا 2 ماه بعد از این گیمو نصب کردم این بود. 200 اومد، من 200 نکردم، هیچ کاری نکردم، همینجوری هم خواهد بود. ببینید بچا جنرال من 100، رداد من 85. این دوتا مهمترینن، جنرال رداد مهمترینن، بقیه زیاد مهم نیستن. ولی خب 2x اسکوپ منم خوب میخوره، اونم 100. و اسنایپرم هم خوب میخوره، اونم 40. دیگه بقیه حاجی چرت و پرت. اینجوری بشینید. دکمه تیر منم بچه، دکمه تیر خیلی مهمه. خب دکمه تیر 43. حالا من بین 40 تا 50 تغییر میدم. بعضیاتون بچه دکمه تیر رو خیلی بزرگ میکنید. خب به نظر من بین 40 تا 50 یه چیز اوکیه برای مثلا هد زدن و اینا. حالا من دارم لگم میزنم ولی باز بریم این ورم 2 نفر رو بزنیم. بعدش میخوام برم تنظیماتمو نشونتون بدم و یه رجدیت ریزم براتون بذارم که
عشق کنید و پرواز کنید. گوشی من چرا میلرزه حاجی؟ بذار صبر کن. حاجی چی تو فکر کنم اسنایپ زد. خب بچه گوشی من داره میلرزه، نمیدونم برای شما تو ویدیو بیفته نیفته. انگار یکی داره واتساپ جای من زنگ میزنه. دایی زنگ نزن حاجی، اینا چرا اینجوری میزنن؟ فقط دارن کله میزنن. بله دوستان متاسفانه فکر نکنم بتونیم بگیریم چون گوشیم داره میلرزه، داغم کرده شدید. با خیلی نگاه فقط هم وست میزنه این. اونم که حاجی صفم قفل کرد حاجی، نمیشه گرفت اصلا، گوشیم خیلی داغ کرده. فقط حاجی من برم بفهم کی داره زنگ میزنه دیگه، همین. درن داشت بیا تو رو هم بزنم، میخوام برم نشونه بچه ها تنظیمات رو رجدیتو بدم. نیست که اومد داداش بزنمه. بچه میبینید صفحه قفل میکنه. داشت بیا فایت بدیم، بیا فایت بدیم. بیا نیومدی به من چه بابا؟ گوشیم داره زنگ میخوره صفحه قفل میکنه. هی بی بزن ما رو. خب بچه بریم سراغ آموزش تنظیمات من و رای جدید زدن و بعدش هم بریم این ویدیو رو تمام کنیم. خب همین الان اگه اسم گوشی هنوز برای من ننوشتی داخل کامنت ها بنویس، لایک و ساب هم بکن، ممنون میشم. این چنل حمایت کنید. عشق داشتید. برو بریم آجی بهتون تنظیمات هم نشون بدم. سوالی هم دارید بهم حتما بگید، جایی نشون ندم بهم بگید، من کامنت ها رو جواب میدم. بچه با هم بریم تو ستینگ داداشی. اوجون اینجا چی اومدیم؟ بریم تو ستینگ پسر، ستینگ همون رو بریم. خب بچه این ستینگه و میگای من 13 اندروید هم 12 پوکو اکس 3 پرو هم اسم گوشی مشقا و میریم بخش اصلی که همه چیز هست. دیولوپر آپشنه بچه ها. بذارید بیاد دردن هایی نمیاد یه پسر اذیت نکن بچه ها. گوشیم یه جوری داغ کرده الان اونورم دیدید صفحه یهو قفل میکرد اومد اینا. خب بچه بریم پایین. اینجا بچه کلا مهمترین بخش اینه، انیمیشن ها رو آف کنید. اینا رو اینا بذارید نمون. دی پی تونم با همین سنسی که من گوشم بذارید 550. خب اصلا لازم نیست یکم دستون روون شه، یه جوری اصلا میخوره سوپر. و این بالاتره یا پایینتر اینو بچه آن کنید، باز میشه لگتون خیلی کم بشه. فورس فوریس ام اس نمیدونم چی، اونو آن کنید. و بالاترم یه چیزی که خیلی مهمه، اینجا یه بخشی داشت گرافیک، بذارید پیداش اینا گرافیک درایور، بیاید روش گیمتون و فری فایرتون رو برای من کو الان اینا بذارید روی سیستم گرافیک درایور. دومی بذارید گرافیک عجیبی بهتون میده. و همین کلا اینجا همین مهمه، هیچ چیز دیگه مهم نیست. حالا یه چیزای دیگه هم هست بچه‌ها توی مثلا اکسسیبیلیتی اینا که من بخوام اینو بهتون یاد بدم خیلی دیگه طول میکشه. خب این اصلا یه ویدیو جدا نمیشه و اینم خیلی مهمه. و حالا اگه درخواست زیاد بود لایک های این ویدیو بالا بود، اگه همین الان یه لایک و ساب کنی من اینم براتون میذارمش که بزنید عشق کنید رو پارت 2 و حتما داخل کامنت ها من بگید که آجی بذاریمش نذاریمش، گوشیتون چیه، چه چیزی میخواید، سوالاتتون رو بهم بگید. و دیگه آجی تا اونجا نمیرم، همینجا ویدیو رو به پایان میرسونیم. اینجا یه تقلب ریز بهتون برسونم. اینجا بچا اینو بذارید روی 3 دهم، حالا بقیه‌اش حالا اوکی میکنیم با هم دیگه. و اینکه عشق من تا اینجا ویدیو رو دید دم همگیتون گرم، ممنون میشم. لایک و سابو بکوبی که از من و این چنل جدید حمایت بشه و من روز بهتری براتون بذارم. خیلی چیزای گاهی در نظر دارم براتون. عشق داشتید. هر سوالی بود داخل کامنت ها بگو، اسم گوشیتو همین الان برای من بنویس و همین دیگه. تو چنل تلگرام ما اوتو لینکش تو دیسکریپشن و کامنت ها هستش، اونجا خیلی کار داریم. قلب منید تا ویدیو بعدی. فعلا